21 آبان 1401 57مین روز از خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی. فراخوان‌های عمومی برای دعوت از مردم جهت حضور در تظاهرات گسترده و سراسری از 24 تا 28 آبان امروز منتشر شده بود. 24 تا 28 آبان سالگرد آبان خونین 98 بود و معترضان ایرانی از این فرصت میخواستن استفاده کنند تا ضمن یادبود کشته شدگان اون سال و اون اعتراضها تجمعات و تظاهرات اعتراضی خودشون رو هم سر و شکل بهتری بدند. اخباری مبنی بر وخامت حال حسین رونقی، زندانی سیاسی، و انتقالش به بیمارستان منتشر شد و خیلی از مردم تهران برای حمایت از این زندانی سیاسی به خیابون‌های اطراف بیمارستان اومدن. تجمعات و تظاهرات اعتراضی مردم در شهرهای تهران، رشت، کرج، سنندج، فردیس، شیراز، سقز، تبریز، بندر انزلی، بجنورد، بابل، اصفهان و عراق با شدت بیشتری ادامه داشت. مردم در شهرک اکباتان تهران تا پاسی از شب شعار میدادند: فقر، فساد، گرونی، میریم تا سرنگونی. نمایش پرده‌خانه نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی گلاب آدینه در سالن شهرزاد تهران به اجرا در اومد. در حین اجرا مردمی که در سالن حضور داشتند شعارهای ضد حکومتی و شعارهای اعتراضی سر دادند. این باعث شد نمایش در مقطعی متوقف بشه، مردم شعار دادن و بعد نمایش به جریان طبیعی خودش ادامه داد. شقایق دهقان، بازیگر زن ایرانی، هم در مورد انتشار تصویر بدون حجاب خودش در فضای مجازی متنی نوشت و در اون یادآوری کرد که روسری سهواً افتاد. یک نفر سهواً عکس گرفت و عکس هم سهواً منتشر شد و به همین خاطر من نمیتونم از هیچ کسی عذرخواهی بکنم. جمعی از هنرمندان، شاعران، نویسندگان و فعالان رسانه‌ای امروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف شکنجه توماج صالحی، خواننده رپ بازداشت شده، و آزادی سریع اون شدند. هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، هم خواستار همبستگی و حمایت کامل و گسترده از معترضان ایرانی شد. بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته ایران هم که برای 8مین بار قهرمان جهان شدند در مراسم اهدای جوایز از همخوانی سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند. امروز در 57مین روز جنبش زن، زندگی، آزادی، یعنی 21 آبان 1401، 3 نفر از هموطنانمون هم در ایران شهر، تکاب و بهشهر جان خودشون رو از دست دادند. بدرود تا فردا.